هنر والای گلدختران زردوزی تاجیک شهرت نقش گلهای تاجیکانه را به خارج از کشور برده و در اقصای عالم مشهور و معمول نموده است. در این بارگاه هنر نیست هنرمندان اصیل با آفریده های رنگارنگ و دلپسندشان مشغول ایجاد آثار گرانبهایند. در هر نقش زردوزی نمایی از رشد و تکامل فرهنگی ملی و آب و رنگ نیاگان هنرمند و هنرپیشه امان را در میابیم. باعث خوشنودی است که برابر ترغیب فرهنگی باستان و از نسل به نسل دیگر گذشتن انعنه‌های نیک اجدادی، گشوده شوی مرکزهای مذکور برای به شغل دائمی فرا گرفتن جوان دختران تاجیک مساعدت میکنند. در لیسه کسبی دوزندگی فارغ از درس ها ما آموزگاران کوشش میکنیم که دختران رو به آموختن هنرهای مردمی جلب نماییم. از آن جمله هنرهای گلدوزی، زردوزی، قالین بافی، قراق دوزی و دیگر هنرها. عین حال ما دختران رو هنر زردوزی رو آموخته ایستاده ایم که هنر زردوزی یکی از قدیمترین هنرهای مردم تاجیک می باشد. خیلی که شما میدونید زردوزی در دکان مخصوصی چوبین یا آهنی نصب کرده می شود. ما متای سان رو گرفته در دکان نصب میکنیم و با بالای آن متای رنگ سرخ، سبز یا دیگر رنگ ها رو انتخاب نموده با رشته زرحلی رنگش زرد یا سرخ رو انتخاب نموده گل هایی که از کردان میبریم آن گل ها رو در بالای متا نصب نموده و بعد به دوختن زر مشغول میشویم. بعد زر رو دخترها با پولکچه ها و مهرچه ها زردوزی رو آرام میدهند که این باز زیب و زینت زردوزی رو زیاد میکنند. این زردوزی با تکنولوژی معاصر دوخته شده است، یعنی که نوعی زردوزی این زمیندوزی یکی از نوعهای زمانوی ساختی زردوزی می باشد. خیلی که شما دیده استاده در متای سیاه ما این زمیندوزی را دوخته ایم و در اینجا ما مهرچه، پولکچه همه را با رنگ های موافق انتخاب کرده این زمیندوزی را دوخته ایم که گل زیبا و شینم اومده است. ما آموزگاران کوشش میکنیم که نوع این زردوزی را به دختران آموخته و در آینده روزگار خود این هنر را استفاده برند. با آنکه هنر چشمه جوشان استعداد و نوآوری هاست، هنرمند همیشه سرافراز و سربلند دلخواه جامعه محسوب می‌یابد. دلبستگی زردوزان تاجیک از آن دلیل است که هنر آنها امروز در تمام گوشه و کنار عالم پهن گردیده و مزاجان زیادی دارند. باعث خرسندی است که استعداد آنهایی که تار و پود مهارت خود را به این کسب اجدادی پیوند می‌دهند رو به افزایش است و مهمتر از همه آن می باشد که تعداد اخلاصمندان هنر زردوزی از مکتب هنرمندان اصیل درس صداقت و زیبایی پرستی، محبت به وطن عزیز را نیکو آموخته تدریجاً زیاد می گردد.